بچه‌ها سلام، به کانال گلنشان خوش اومدین. امروز می‌خوایم بریم 3 تا از بهترین بریونای اصفهان رو بخوریم. به من به جایی هم که میخوایم بریم بر اساس جاییه که معمولا خود اسپانیا میرن یا مثلا دیدیم بیشتر اونجا میرن و معمولا کسایی که اینجان اونجا میرن، میدونی. خب چیکار کنم؟ این 3 جاست معمولا. اگه جای دیگه حس کنیم باید بریم به ما بگین. بریون شاد، بریون گلستان و بریون شفاعت. آره خب بریم. یه جایی دیگه هم هست اونجا رو نمیرن معمولا خود اسپانیا، ما زیاد ندیدیم برن. حالا اسم نمیاریم که آره شاخ نشه. نه خوب نیست، واقعا خوب نیست. حالا چیز نمی‌کنیم. میریم یه دونه مثلا شاید قسمت 2 داشته باشه این ویدیو، بریم تو اون 3 تا دیگر رو کنیم. 3 برتر دیگه. البته ببین جاهای خیلی خوبی از خدا وکیل. مثلا یه جای خیلی گمنامی ممکنه باشه، میدونی. یعنی خودم خوردم و یه جای خیلی پرتی ببینه خیلی خوب، ولی 3 جای عرف رو ما در نظر میگیریم که بتونیم بسته‌بندی، کیفیت، خدمات، چیز اینا رو همه رو بررسی کنیم. حالا بهتون میگم چیه پارامترش. بریم. واه. باشه سلام، ما فوتبالگیم. اصفهانه چی؟ طبق این ادعا میگن که قدیمی ترین بریم اصفهان اینجا. بنر زرد بابا چه سالونی داره. تو نمیتونیم فکر کنم بریم. یه دونه بریون، یه دونه آبگوشت. 415 نوشیدنی. خیلی جالبه برای من. اصفهانی خیلی اتفاق جالبیه. برای منم جالبه. ما میخوایم نمره بدیم به این 3 تا جایی که میریم. نه امتیاز از 10 بذاریم یا 100؟ 10 بذار. 100 یه امتحانه. 87 میدم. 87 میدم. پس از 10 به قیمت، کیفیت، اون محیطی که دارن، سالن و چی؟ قیمت، کیفیت، سالن. بسته‌بندی مهمه. بسته‌بندی هم بذار که داشته باشیم. چی بچه‌ها بسته‌بندی که پلاستیکایی دارن با چاپ خودش. سبزی با پیاز. این بیشتر خوشحالم کرد. ماست این آبگوشت بریونه. کاش طرز تهیه‌شو نپرسیدیم. نه از جای بعدی میپرسیدیم که این چیه، ولی آب همینه که اینا رو باش میپزن احتمالاً. همین بسته به نظر. آره. بریم نمیخواد چمنی نشه. حاجی آب زردیه خداه. شاید که از اینو باید بردارید بذارید جایی. یکم از این شوشا رو میچه کنید و وای نه امیر، نه امیر. خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. جدی؟ من دوست دارم آب گوشش امتحان کنم. تایفونم امتحان میکنم. بچه شد یه قبل بریونا حتما تجربه کنیم، مخصوصا با بریان شاد. من ناخودآگاه شاد شدم از وقتی که با بریان اصلا شادی در چهره ما مشخصه. الان اینا رو بعد هم بزنیم. نه دیگه بخور، نظرت بهمون بگو. رفت شد اینجا رو اتفاقات اینجا. وای خدایا شکر. ببین وای خیلی خوبه. البته ما هنوز جای دیگر رو نخوریم که بگیم بر اساس اون. گردو هم داره تو آب گوشتش. این چیه؟ این چیه؟ تو به من. حجم
چربی به نظر من کشکا میخواد. یه چربی چیزا خود گوشتاسا. چشم. خب قیمت 415 تومن بود این بریون، 330 فکر کنم بریون است، 80 تومن اون آب گوشته است. واقعا غذای 3 نفر بود. خیلی سنگین بودن، نمیدونم چجوری باید بریم جای بعدی رو بخوریم. سالنشو که دیدین خیلی بزرگ و معمولی بود. سنتورینا داشتن میزدن، ما هم به خاطر دوچرخه هم سر صدا همه رو بیرون برمیگیریم که بسته‌بندیش هم بتونیم امتیاز بدیم. بریون بگم. آره. رو بریونش خلال بادون بود. من زیاد ندیدم آخه خلال بادون. خبری میگه خلال بادون بود. نه آخه خلال بادون نبوده جایی. معمولا آره. جیگر میزنن، گردو میزنن. آره. یا کم میزنن. خیلی زیاد بود. طعم خود بریونه رو تحت تاثیر قرار داد. یعنی خودش خیلی خوشمزه بود. اونا آبگوشت خیلی خوشمزه بود. حس می‌کنم بهترین آبگوشتش باید همین باشه. آره. چون جای دیگه بچه‌ها واقعا نمیتونیم آبگوشت بخوریم. خیلی سنگین بود. دیدی اصلا روغن رو دیدی تو روی کار. بهش چم میدی. من به این غذا چون اولش 7 میدم، اگه بهتر چیز بود عوض کنم. آره عوض می‌کنم. من 8 میدم. آره خوب بود. اون یه تیکه نون رو برمی‌داری. کم از اینا رو میذاری اینجا، کمی از این دوم چیز شش بهش میگفتم، کم از این کشکا رو برمی‌داری میریزی روی این. وای وای این برگر گیاهی نداریم. او میگن که اینجاست اون برگر دومی. اونجا تابلوشو داره. کو گلستان. آب گوشت گوسفند اول میگه آب پزش میکنیم، بعد 2 مرتبه چرخ میشه با نعنا و دارچین و زعفران قاطیش میکنیم تو این قالبا. دارچین با فلفل سیاه و نعنای تازه میزنیم، بعد گوشت کامل قاطی کنیم تو این قالبا میذاریم روی این فیل سرخ میشه. اینم جگر سفیده گوسفنده، بغلش میذارم بعد وزنش با گردو و خلالی بادون. اینم آب گوشته، آب همه گوشتیه که پخته شده با کشکا، دارچین و نعنای تازه داخل این کاسه میذارن سرو میکنن. اینجا مال ایشونه. احتمال شماست. ما شاگرد شما این بله. سال 50 شروع شد. اون مغازه بوده اون طرف. از 76 تا این طرف. اینجا قبلا رستوران عمو خانومم بود، حاج رحیم سلوی فرهاد نیا. بعد یه ایشون فوت کرد، ما از اون مغازه کم کوچیک بود اومدیم این طرف مشغول به کاری. قدمه دو بچش تشریف بیام. صد وقت رستوران بود اسمش. وقت ما بودیم من کوچیک بودم که میمه. کوچیک بودم من اینجا. تا برنز داشتیم برای اون کباب می‌کشیدیم. تا برنز بود کباب که من از اون وقتی که یادم است الان 67 سالمه. چلو کباب، چلو خورش 10 ریال بود، چلو کباب بود 12 ریال. و برنز بود براش ما کباب می‌کشیدیم. حاضر این چلو خدا بیام. ما خودمون بعد بریم بودیم از 57 تا در خدمتشون. حالا دوست داشتین؟ بله حالا میل کنیم ببینیم. محبت انگار اینا شاد بودن. اینا شاد بودن آره. بچه‌ها فکر کنم که بسته‌بندی زیاد پارامتر مهمی نیست توی این. فکر کنم ما پارامترامون رو باید تغییر بدیم. مثلا اینجا نون واو. ببین این کاره درست. وای نه این از دست رفت. قاشق نداره؟ امتیاز ازش کم میکنم بخاطر قاشق. این غذا رو با قاشق نمیخوره. آره غذای قاشقی هم نیست. نظرت چیه نبوده؟ حتی میتونم بگم کاری با اونجا نداره. ببخشید از دوستان شاد اسراف نکن. نه با اینجا پرنده ها و حیوانات زیادی هستن که نیاز به غذا دارن. ببین خیلی سنگین بودم اصلا نمیتونستم بخورم، ولی این اصلا یه لول یه جای دیگه ایه. دستمو خورد. وای میبینی اصلا خیلی با اونجا چیزه فرق داره. اصلا تکسچر گوشتش میاد زیر دندونت. داداش چه از اون بالا دارم میخندم بهمون. ما هم بهشون میخندیم. داشت میخوری؟
نه بخور. چون خیلی سنگین بود اون آبگوش قبلیه و نمیتونستیم دیگه آبگوش بگیریم. اون معمولا طعمش یکیه دیگه، آب گوشته که پخته و چربه و نونه و همینه، کشکه و آره. جدی غذای مثلا 2-3 نفره اگه بخوای با آبگوش بگیری. اون قبلی غذای 2-3 نفر بود، خیلی سنگینه. بعد این دقت کردی ششش بیشتره؟ 2 تا شش گذاشته. نفرم بذار یه دونم. نمیشه. ای چرا بلند شدم؟ تحت تاثیر خوشمزه بود بلند شدم. اما یه لقمه برام بگیر. غذا یه لقمه برام بگیر با پیاز و ریحون. گردوش مال تو رضا. حافظه خوبی داشته باشم. پیاز انقدر خوبه. آره. اینو هم برات بچکونم. سبزی هم برات میذارم. یه دقیقه است دارم لقمه میگیرم برات. فکر کن تو داری میخوری. نم کن. نه حالا اینجوری هم اونم خوب بود، بد نبود. بچه‌ها حتما به اصفهان سفر کنین، از بریونای آقای گلستان استفاده کنین، به بریون قطر کنین. واسه از نظر قیمتی بریون از شاد ارزون‌تر بود، 290 بود به نسبت اونجا. سالنش خب کوچیک‌تره. بسته‌بندی هم که همشون فکر کنم یه چیزه، نمیتونیم زیاد روش حساب کنیم. طعمش خیلی خوب بود، خیلی خوشمزه. چربیشم واقعا به اندازه. چرب نبود اصلا، طعمش خیلی خوب بود. من حس میکنم اونجا، یعنی ببین تو رسپی اصلی شش و دنبه میگن باید باشه، اونجا داشت، حس میکنم اینجا نداشت. اون توضیحاتی که بهمون داد توش نبود همچین چیزی و طعمش هم مزه اونا رو نمیداد. یه ادویه‌ای هم میفهمید ازش، میدونی کمی نعنا داشت، شو نعنای تورو و دارچین دوبار چرخ میکنه. آره. از نظر طعمی اصلا طعم سازی داشت، میدونی. آره. و نمیافتی بعد این ما اون اولیه خوردیم افتادیم مردیم قشنگ، اما این خیلی خوب بود. چند میدی بهش؟ من 9 واقعا لیاقتیشو داره، 9 بهش بدم. من 9.5 میدم. اون یکو برای چی نمیدی؟ میخوام ببینم بعدیش اگه خیلی خوب بود اینجا 10 میدی. من 9.5 میدم. اون نیمه رو نگه میدارم برای بسته‌بندی، واقعا بچه‌ها خیلی مهمه. از بیرون من دارم میبینم مثلا یه توریست میاد یا یکی از یه شهر دیگه میاد، میدونی دستش که نذاشتم بره که میدونم، ولی مثلا انتظار یه جعبه تو داریم، مثلا جعبه پیتزا، میدونی. جدی حالم بده. جدی سرم گیج میره، حس خیلی چربی دارم، نمیتونم. نه فشار و اینا رو جانیست نمی از بریون تو وجودته. فردا بریم اونو، نمیتونم. آره فردا میایم بچه‌ها اونو. ایونت به خدا سرمون نباید چیز کنیم. اگه لایک های این ویدیو 100 تا شد، یه شب کارتون خوابی میکنیم. ولاگ یه شب کارتون خوابی، یه شب میریم کارتون خوابی و ولاگ میگیم براتون میذاریم. خوبه دیگه 100 تا یوتیوب عدد منطقی. 100 تا لایک. خوبه. سلام. امروز فردای دیروزه، یعنی دیروز ما رو دیدین و امروز هم ما رو میبینید. ولی تو یه روز ما رو میبینید. میتونین استاپ کنین، بقیه‌شو بذارید فردا ببینید که واقعا یه روز گذشته باشه. سبز میدونه اومده. اون یه مناریه که اون آره مناره. اینجا اومدیم شعبه اصلی حاج محمودی شفاعت. حاج محمودی شفاعت شعبه اصلیش اینجاه. خیلی ها فکر میکنن توی جلفاه، اما شعبه اصلیش اینجاه، توی سبز میدون. خیلی ممنونم که ما رو آگاه میکنی. شاکره. کجاست اینجا؟ تو میدونی اینجا رو بلدی؟ از بچگی اینجا بودم. از بچگی بریون خوردم که این شکلی شدم. چه شکلی؟ حاج محمود دوسته سبز میدون. چرا؟ اینجا زمیناش غصبیه. شهرداری مهربون اومده همه رو خریده. نه به زور خریده. یکم مثل فلسطین و اسرائیل شده اینجا. ببخشید بحثای چیز نکن. پایم نیست، یعنی شما باید برید تا پارکینگ. سلام. به سلام. خسته نباشید. حافظ. یعنی حافظ سلام. بذارید گوشی. این نبود. همانم میفهمه که قبلا گوسفنده تو کوه علف میخورد، هر جوری علف ها میخورد دیگه، گوشتشون سالم بود. ولی حالا که هست دیگه آمپول و چیز میزا، دوا و شیمیایی و چیزا میده برایش که فقط چاق بشه، برای چاقی میگیره. حالا بود تم و چیز ندار،
قبلا که یه گوشت اینجا میپختی یه همه منطقه بوش میگیری، ولی حالا نه، حالا هیچی یه دنبرم دود کنی مغزت خراب میکنه. حالا دیگه خب نمیشه دیگه، حالا بعد مجبور است که شکم این مردم سیر کنه، یه چیزی تو شکمش بندازه دیگه. اگه اینطوری نکنه که نمیشه. تو شهرام اینقدر شلوغ نبود دیگه، حالا اینجا آمد دیگه شهرام بزرگ شد، نفسم جاست شد، یه خورد خوراک میخواد دیگه. حالا ما از هر طرف وارد میکنه که بازم بس نمیشه. نمیذاره کفر نه یه مملکت اسلامی سر پای خود وایست. کارو نگاه 1284 چند؟ 1284. خب این از شاد که قدیمی تر، اون چند بود؟ 1357 اون گلستان بوده. شادم این از شاد قدیمی تره. سلام. یه بریم آقا تشکر مرسی. عجب کسبتیه. اما مطمئنم این بهترین بریونه اصلا واقعا. اینم خوشمزه است، خوردم قبلا ولی الان طعم اون دوتا رو یادمه، یعنی میدونی بخوام مقایسه کنم با اونها الان میتونم بفهمم. خیلی جای دیگر هم به اون میگم، مثلا بریون اعظم، نمیدونم چی، عشایر اونم جالبه. پارت دو با ازش بگیم چون خیلی قسمت دوم میسازیم. آره ولی این سه تا معروف‌تر از اون سه تا، یعنی اینا رو ما بیشتر شنیدیم. بچه‌ها یه کمی لهتوره. آره لهترم شد. اینا آماده بود اونجا تازه. آره و گفتم کی میزنی؟ گفت نه حالا مونده. مثلا در حد فکر کنم 1 رو 20 دقیقه‌ای آماده میکنن. واقعا الان گرمه؟ نه گرم نیست. از شفاعت بعید بود این حرکت. قاشق هم نداره، گردو هم روش نداره. گردو هم نداره. از شد نمره 5 بهش میدم. دوستان لور بریزین تو کامنت ها. بومبوکلا. نظرت چیه در مورد بریون شفاعت؟ اصلا سورپرایز شدم این لحظه. جدی؟ بدین یه دونه دیگه بخوام بتونم تحلیل کنم. بعد من از خودشون که پرسیدم گفتن که خیلی سری شایعاتی هست مبنی بر اینکه شعبه جلفا اون کیفیت اینجا رو نداره. شعبه هم تو چیز داره، دم حافظ داره تو میدون. چقدر دادی؟ ایوه بریم شفاعت رو منشن کنیم که شفاعت رو اینو میتونم یک کمی با دیتیل تر دقت بیشتری براتون تحلیل کنم. بخواه رو یکیش لیمون نزنه بخور ببین خود طعمش چجوریه. باش رش ما اینو میخواییم بخوریم. بخور روش نچک. خب از چیه؟ خوب به نسبت دیروزی ها چجوریه؟ من اینو خیلی طعمشو بهتر از بدون شاد دوست داشتم. یعنی گلستان خدای خوب بود حاجی، گلستان فوق العاده بود، اما شادو من این همه تعریف شنیده بودم واقعا خیلی الکی چرب بود، الکی انداخته بود میدونی؟ آره خیلی چرب. الان من اینو دارم میخوام بریونو دارم میخورم خیلی انرژی بهم میده. چون سبکه تقریبا میدونی؟ چربیشون انرژی. خب اساتید از نظر قیمتی هایی بخوایم بررسی کنیم اینجا 330 تومن بود، با شاد یکی بود. سالنش زیاد فرقی با هم نداشتیم سه تا جا. آره شاد سالنش خوب بود ولی بزرگتر. شاد خیلی سالن بزرگی داره. آره بهتر بود. از لحاظ طعم اینجا به چیز اصفهان نزدیک‌تره، ذائقه اصفهانی. اینجا اون ترکیب جگر سفید و دنبرم توش داشت ولی خوشمزه بود. آره تیکه های سبزی ریحون هم بین گوشت بود. آره خیلی گوشت بود. اما اینکه گردو نداشت برای من جالب بود. همشون تا گردو روشون بود. گارنیشه یه نصف آره. گردوه که
گلستان شاید برای آدمایی که اصفهانی نیستن بهتر باشه. آره چون همش گوشته. اینم همش گوشته. این جگر سفید دومبرم داشت، یعنی طعمی. آره. از لحاظ طعمیشو دارم میگم. با اینکه اینا رو داشت چرب تر از بقیه نبود. با اینکه اینا رو داشت با اینکه اینا رو داشت اما چربش متعادل. آره واقعا. با اینکه اینا رو داشت خیلی چربش کمتر. آره. با اینکه اینا رو داشت خیلی چربش کمتر. وای. اما تو چند میدی به این؟ نظر خودم بخوام بگم من به این میدم، من 10 میدم دیگه. یعنی اگه یه بریون، آره دیگه، یه بریون خوب باشه که تو اونو بخوای معیار قرار بدی، به نظرم این بریون اون بریونی است. ولی هنوز جا داره. بذار اون نیم نمره رو کم کنم برای بسته‌بندی. آره. من 9 میدم. چون اونجا هم خوب بود. یکی بود اینجا با اونجا برای من تقریبا. من از طعم گوشتش خیلی خوشم اومد. آره. از لحاظ قیمتی گلستان توی صدر جدول قرار داره. 290 تومن. آره اون دوتا یکی قیمتشون. از لحاظ بسته‌بندی تقریبا همشون توی یه لولن. سالوناشون هم تقریبا یکیه ولی شاد توی صدر دوباره قرار میگیره. از لحاظ طعم و کیفیت این شفاعت امتیازو میگیره و به فینال میره. انرژی ندارم، خیلی چرب بود رضا. جدی یه حس نمی دارم. آره همون نم شدی. جدی من از دیروز که این همه بریون خوردم تا شبش هیچی نتونستم بخورم. خوب شد دیروز نیومدی. من خیلی فکر می‌کردم دیروز میتونیم بیایم اینجا. وای نه. حالا من اینجا اصرار داشتم که آبگوشه اینجا رو بگیریم. آره آبگوشش خیلی عجیب غریب به نظر میرسید. ولی به نظرم نمیتونستیم. آره نمیشه. یه جماعت 6-7 نفره می‌خواد این ببین آبگوشتش خودش چیز غذاست. یعنی خودش یه وعده حساب میشه آبگوشت. قویه. خب اینجا قبلا قطب اقتصاد ایران بوده. وای جدی حاجی بازار سبز میدون اصلا خدا جدی میگی؟ مطمئنی؟ داداش اینا نه اینا نبود اون موقع. مثلا معدن کسب و کار مثلا معدن اینجا نبوده. معدن کسب و کار. ها معدن کسب. گوشمن نمیشه فیلم گرفت از کسی. میشه چرا نشه؟ دیدی؟ بازار اصفهان کلا به 2 بخش تقسیم میشه. قبل پارین سنگی بعد پارین سنگی. خب یکم از این ور برامون صحبت کن. اینجا همومه چیزه بهش چی میگن؟ همومه ابن سینا کیه؟ شیخ بهایی. شیخ بهایی همومش اینجا. مطمئن تو خیابون شیخ بهایی نیست؟ نه همومش اینجا.